اگه کسی به من میگفتش که بعد از خوندن این کتاب قرار واقعا تبدیل به یه آدم دیگه بشم، خیلی زودتر این کتاب میخوندم. ویدیو که الان دارین میبینین راجع به یه کتابیه با یه اسم خیلی کلیشه‌ای به نام اعتماد به نفس یک ابرقدرت. جلد کتاب، عنوانش و اسم نویسنده. خیلی ساده است که مسئله‌ای به مهمی اعتماد به نفس که کلی افکت داره روی بخش‌های مختلف زندگی ما، از کارمون گرفته تا رابطمون، ارتباطمون با خانواده، دوستا، حتی مدلی که ما با خودمون برخورد میکنیم، با خودمون صحبت میکنیم، از خودمون انتظار داریم، هم به اعتماد به نفس میرسه. و خیلی ساده است که یک کتاب تونسته اینطوری انقدر تاثیرگذار آدما رو جهت رسیدن به اون اعتماد به نفسی که باهاشون زاده شدن کمک کنن. مقدمه کتاب با تعریف اعتماد به نفس شروع میشه. اینکه اعتماد به نفس اصلا به این معنی نیستش که ما همیشه درست باشیم، کارهای درست رو انجام بدیم، درست برخورد کنیم. اتفاقاً معنیش اینه که وقتی یه اشتباهی انجام میدیم ازش نترسیم یا از اشتباه کردن حتی فرار نکنیم. ماریسا پیر نویسنده کتاب میگه که ما با اعتماد به نفس زیادی تو این سیاره به دنیا میاییم. تو سالهای نوجوانی بخش زیادی از اعتماد به نفسمون از دست میدیم و ما بقیه سالهای بزرگسالیمون رو درگیر دوباره برگردوندن اعتماد به نفس از دست رفتمونیم و این اصلا کار آسونی نیست. مثال این اعتماد به نفس به تدریج از بین رفته توی سالهای نوجوانی با چند تا مثال از خاطرات کودکی کاملا واضح میشه برادم. من یادم وقتی که مثلا پیش دبستانی یا کلاس اول بودم و معلم سر کلاس ازمون میپرسید که مثلا کی میتونه شعری بخونه، کی میتونه بلند از روی کتاب بخونه، اکثر بچه‌ها دستشون رو میبردن بالا و آماده بودن برای اینکه این کار رو انجام بدن. چون تو اون سن آدم ترسی از قضاوت شدن، ترسی از اشتباه کردن، ترسی از کامل و پرفکت نبودن نداره. و بعدتر وقتی همینجور به ندرت آدم سنش بیشتر میشه، وقتی مجدد تو شرایط مشابه قرار میگیره و معلم یا یه مدیر توی مدرسه ازش میخواد که یک چیزی رو با صدای بلند برای همه تعریف کنه یا بخونه، تعداد آدم های کمتری دستشون رو میبرن بالا و داوطلب میشن برای انجام دادن این کار. و این مصداق بارز اینه که ما توی نوجوانی مقدار زیادی از اعتماد به نفسی که باهاش به دنیا آمدیم و از دست میدیم. یکی از قانونهای ذهن اینه که احساسات همیشه بر منطق غلبه دارن. ما اینو واضحا توی بخش‌های مختلف زندگیمون میبینیم. وقتی با یکی تو رابطه ایم میدونیم منطقاً آدم مناسبی نیست، ولی خب احساساتمون اونقدر غالب و چیر است روی منطقمون که اجازه نمیده ما عقب نشینی کنیم از اون رابطه. اما خب کارکرد مثبت این که احساس بر منطق غلبه داره تو ذهن ما و این یک قانون ذهنیه، اینه که ما اگه احساسمون رو تو شرایط مختلف تغییر بدیم میتونیم رفتارمون رو از اون نقطه به بعد اصلاح کنیم. یعنی من بی‌اعتماد به نفس وقتی میترسم، احساس خوبی ندارم، احساس شرم و آزردگی دارم، وقتی قراره با غریبه ها صحبت کنم، وقتی قراره توی جمعی سخنرانی کنم، وقتی قراره از خودم دفاع کنم، با تغییر احساسم توی این موقعیت ها میتونم مسیر زندگی رو یه طور دیگه، یه طور متفاوتی برای خودم ببرم جلو. اولین قدمی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که بفهمیم اصلا این باوره، این که این احساس بدی که من تو موقعیت‌های مختلف دارم از پس یه باوری میاد. این باوره چیه؟ این باوره رو کی تو ذهن من نشونده؟ این که من به اندازه کافی خوش صحبت نیستم برای صحبت کردن با آدم ها، این که من به اندازه کافی اجتماعی نیستم، به اندازه کافی ارزشمند نیستم، احساس خجالت میکنم. این باورهای منفی از کجا اومده توی ذهن من نشسته؟ اهمیت پیدا کردن این باورهای منفی و حذف کردنشون اینجاست که هر فکری توی ذهن ما یه واکنش فیزیکی ایجاد میکنه. به خاطر همینه که مثلا من وقتی احساس خجالت زدگی میکنم لب‌هام سرخ میشه، یا آدمای دیگه ممکنه موقع خجالت یا احساس شرم دست و پاشون عرق کنه، دست و پاشون بلرزه. اینها نتیجه
افکار و احساساتیه که توی مغز ما پردازش میشه و به سرعت واکنشش توی فیزیک و بدن ما نمایش داده میشه. نویسنده این کتاب اصلا نمیخواد شما رو با حرفاش قانع کنه که چقدر احساسات و افکار میتونن رو فیزیک شما تاثیر بذارن. به جاش تمرین به اسم تمرین آهنربا توی کتابش میاره و میگه که پاشید صاف روی پاهاتون وایستید، دستاتون رو قائم کنار بدنتون بذارید و فکر کنید که یه آهنربای یو شکل و خیلی قوی پشت سرتونه. مدام فکر کنید، پردازش کنید این آهنربا رو، قدرتش رو به مرور هی بیشتر کنید. بعد از اینکه تو ذهنتون این تجسم آهنربا رو هی گسترش میدین و بعد از چند ثانیه که بهش فکر میکنید متوجه میشین که واقعا دارید به عقب کشیده میشین. چقدر افکار و احساسات من میتونه نقش مثبت یا برعکس نقش منفی توی زندگی من ایفا کنه. یه تمرین دیگه رو نویسنده مطرح میکنه به اسم تمرین وزن. ازمون میخواد که چشمامون رو ببندیم، یکشو بشینیم و تصور کنیم که توی یک دستمون بادکنک هلیومی وجود داره که خیلی سبکه و دست ما رو به سمت بالا میکشه و سمت چپ یعنی دست چپ ما یه کیسه قرمز، یه سطل قرمز پر از شن و ماسه است که هی با گذشت زمان که داریم بهش فکر میکنیم سنگین و سنگین تر میشه. این تمرین تکمیلی به ما ثابت میکنه که آره، افکار ما توی بدن ما تبدیل به واکنش فیزیکی میشه و این نسخه‌های پیشرفته تری از مثال اینه که چشماتون رو ببندید، تصور کنید یه لیموی خیلی ترش توی دهنتونه و دارین بهش گاز میزنید و همون لحظه میبینید که بزاقتون ترشح میشه. همه این مثالا میخواد اینو ثابت کنه که این فکره، این تصوری که من از خودم دارم، فکر میکنم آدم ضعیفیم برای اینکه این کار انجام بدم، فکر میکنم به اندازه کافی خوب نیستم برای اینکه با این آدم ارتباط برقرار کنم، فکر میکنم به اندازه کافی کارمند درست کار و اوکی نیستم که مدیرم بخواد بهم ترفیع بده. همه این فکرها نتیجه چیزیه که الان تو زندگی دارید و شاید خیلیاش چیزیه که اصلا دوست ندارید. فکر میکنید لیاقتتون بالاتر از این هاست و سرمنشه‌شون افکار منفیه که خودتون تو ذهنتون دارید. ماریسا پیر میاد افرادی که اعتماد به نفس ندارن رو میگه توی 3 دسته من تقسیم میکنم، ولی این 3 دسته تمایزی تو درمان ندارن و برای همشون یک درمان استفاده میشه. میگه دسته اول کسایی که عقب نشینی میکنن، یعنی افرادی که خیلی خجالتی هن، ترجیح میدن پنهون باشن. مثلا تا یکی میپرسه که مثلا کی میتونه جواب این سوالو بده، سری خودشون رو صندلیشون سر میدن، میرن زیر میز تا کسی متوجهشون نشه یا ازشون نخواد که ابراز وجود کنن. تعلل میکنن مدام، ساکتن، کم حرفن، اهل مطالعه‌ن بیشتر. دسته دوم میشن آدمایی که خودشون رو به جلو هل میدن. این آدما معمولا پرخاشگرترن، خیلی تکبر زیادی دارن، فکر میکنن که همیشه چیزایی که اونها میگن درسته. از رفتار پرخاشگرانه برای پنهون کردن عدم اعتماد به نفسشون استفاده میکنن. دسته سوم آدمایی میشن که نقاب برای پنهون کردن اعتماد به نفس نداشتنشون میزنن رو صورتشون. آدمهایی که از نقاب مثلا کمالگرایی، مثلا کنترلگری بیش از اندازه یا بیش از اندازه بامزه بودن، پوشش بی‌عیب و نقص داشتن رو میپسندن استفاده میکنن. اولین مرحله برای اینکه ما نگرشمون رو به باورامون تغییر بدیم و بیایم اعتماد به نفسمون رو از اینجا به اینجا برسونیم اینه که بدونیم هیچ چیزی توی زندگی آدم رو به اندازه درد و لذت جهت نمیده. یعنی غریزه‌ای که آدم برای بقا و زندگی کردن داره مرتبط میشه به درد یا لذت. ذهن ما مدام دنبال اینه که ما رو از سمت درد دور کنه و به سمت لذت هل بده. دوری کردن از درد دلیلیه که باعث میشه ما روی سیاره باقی بمونیم و ذهن و ضمیر ناخودآگاه ما هر کاری میکنه تا ما سمت درد نریم. یعنی اونقدر که ذهن سعی داره ما رو از درد دور کنه، اونقدر سعی نمیکنه که ما رو به سمت لذت پوش کنه. من یه نیاز خیلی بزرگ دارم توی زندگی و اون نیازم به پذیرفته شدنه، مثل هر آدم دیگه.
که روی این کره زمین داره زندگی میکنه و این نیاز بزرگو داره. دوست داره که بقیه اینجوری مهر تایید بردارن و روی هر کارش بزنن. این یک نیاز بشر. و از طرف دیگه یه ترس خیلی بزرگی هم داره و اونم ترس از طرد شدنه. اینکه یکی دست رد به سینه آدم بزنه. من واقعا از این اتفاق بیزارم. اینکه از کسی کمک بخوام بهم بگه نه، اینکه از کسی خوشم بیاد و بهش ابراز کنم و اون بگه نه، اینکه بخوام درخواست افزایش حقوق بدم یا توی کاری مصاحبه کنم و اونا در جواب به من بگن نه. من از این اتفاق بیزارم و توی زندگی تمام تلاشمو میکردم که توی این موقعیت ها قرار نگیرم. یعنی اگر فکر میکردم که جواب یه مصاحبه کاری قرار نه باشه از طرف کارفرما، خودم خیلی زودتر زنگ میزدم و میگفتم که من مایل نیستم با مجموعه شما همکاری کنم. یا زمانی که حتی توی خیابون گم میشدم جایی و میخواستم آدرس بپرسم، بعضی وقتا واقعا به این طرز فکر میکردم که اگر این آدم آدرس رو ندونه، این به منزله طرد کردن منه. یعنی نتونسته به من کمک کنه، به من نگفته و این کار رو هم انجام نمیدادم به خاطر این ترس. میخوام بگم چقدر بزرگه این ترس و در نقطه مقابل نیاز من به تایید شدن و مثل هر کس دیگه، مثل همه آدم ها. یکی از اتفاقایی که خیلی من عصبانی میکرد توی زندگی این بودش که وقتی توی مدرسه یا دانشگاه استاد و معلم یه سوالی میپرسیدن، من اونقدری بی‌اعتماد به نفس بودم که یه جوابی رو توی ذهنم هی میچرخوندمش و هی میخواستم بگم ولی میگفتم نکنه اشتباه باشه، نکنه بقیه قضاوتم کنن، نکنه درست نباشه، معلم به خودش فکر کنه عجب دختر بیهوشیه، عجب دختر خنگه. بخاطر هیچ وقت جوابایی که تو ذهنم میومد و بهشون نمیگفتم. و بعد از اینکه مثلا یکی دیگه اون جوابو میگفت یا مثلا هیچ کس نمیتونست جواب سوالو بده و استاد خودش جواب میگفت و میدیدم اون جوابیه که دقیقا تو ذهن من بوده و من به خاطر این عدم اعتماد به نفسه بیانش نکرده بودم، خیلی عصبانی میشدم از دست خودم، خیلی 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 زیاد. و این یکی از بارزترین مثالایی شد تو زندگی من که فهمیدم باید ریسک کنم. یعنی فهمیدم قماری که من تو زندگیم دارم انجام میدم، شاید بزرگترین قماری که دارم تو کل زندگیم انجام میدم اینه که من ریسک نمی کنم. کوچکترین ریسک، مثل سوال پرسیدن، مثل مطرح کردن جوابم سر کلاس درسی، تا ریسکای بزرگتر. ایده‌ای که تو ذهنم دارم نمیرم عملیش کنم، نمیرم تبدیلش کنم به کسب و کار چون میترسم فیل بشه. اما خب چی کار کنیم؟ چی شد که من از اون آدم ساکتی که حتی میترسید جوابشو توی کلاس درسی بده تبدیل شدم به آدمی که ایده هاشو داره عملی میکنه، با آدم ها به راحتی صحبت میکنه، تنها کافه میره، تنها رستوران میره، خیلی اوپنه به ارتباط برقرار کردن با آدم ها، به کارهای جدید، به مصاحبه های شغلی زیادی میرم و دیگه نمیترسم. این مثالایی بودش که برای من وجود داشت. خیلی از آدما توی رستوران میترسن به گارسون بگن غذاشون رو عوض کنن، چون میترسن گارسون از این درخواستش خوشش نیاد، یا میترسن برای یکی هدیه بخرن چون فکر میکنن ممکنه اون کسی که قرار هدیه رو دریافت کنه از این هدیه خوشش نیاد و این رو هم نوعی طرد شدن تلقی میکنن. مثال های خیلی مختلفی برای آدم ها وجود داره ولی بیشترش در رابطه با ارتباط برقرار کردن با آدم هاست. اینکه وقتی از یکی خوشمون میاد نمیتونیم بریم جلو و اون چیزی که فکر میکنیم خیلی خوشحالمون میکنه به وجود اومدنش تو زندگی، اون رو با دست خودمون از خودمون دور نگه میداریم به خاطر اینه که مغز ما در اون لحظه گیج شده. از یه طرف ما داریم لذت یک شغل خوب رو، یعنی مغز ما داره لذت رو به داشتن یک شغل خوب گره میزنه، از طرف دیگه دوباره مغز ما داره مصاحبه و امکان رد شدن تو مصاحبه رو به درد گره میزنه و ما این وسط مثل مخلوط کنی که همینجوری از این ور میچرخه به اون ور و نمیدونه چیزی اصلا توش نیست که بخواد کمکی بهش بکنه، چیزی رو خورد کنه، همینجوری داره از این ور به اون ور خالی خالی میچرخه و گیج میشه، در آخر میسوزه، دود بلند میشه، بو سوختنیش برمیداره همه جا رو. این اتفاق برای مغز ما میفته وقتی که ما توی هر کاری توی زندگی درد و لذت رو با هم دیگه همزمان به یک کار واحد ربط میدیم.
اولین گام از 10 تا گامی بود که من برداشتم تا اعتماد به نفسی که باش به دنیا آمدم ولی تو سالهای نوجوانی از دستش دادم رو دوباره به خودم برگردونم. میریم سراغ گام دوم.